السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قیام یوم الدین. استدعا دارم تا هر جایی که صدای بنده رو میشنوید در بهترین جای تمام عوالم نشسته، یعنی بین الحرمین، استدعا دارم در این زمان در بهترین شب که لیله جمعه هست این وقت رو صرف دعا برای حضرت ولی عصر کنیم. پس در نتیجه هر کی صدای من رو میشنوه به احترام حضرت ولی عصر دستاشو بیاره بالا و همه با هم بلند دعای سلامتی امام زمان رو بخوانیم. اللهم کن لولیه صلاتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا وتمتعوا فيها. همه با هم یا صاحب زمان الغوث یا صاحب زمان الغوث بلند همه با هم زن و مرد یا صاحب. آقای نوری هم فرمودن که به این رفقایی که ایستادن بگید که هر که هر جا هست سر جای خودش بشینه، چه خانم ها و چه آیان. من چند دقیقه مزاحم میشم انشالله همه با هم امشب در بین الحرمین بشینیم و گریه کنیم بر ابا عبدالله الحسین که افضل